من لازم واجب بود هم به عنوان کسی که سابقه دارترین آدم نسبت به آیده‌ای هستم و کم شانسترین آدم نسبت به آیده‌ای و مجالس آیده‌ای هستم، از ریشه آیده‌ای این درخت کهنسال پربار پر از میوه صحبت کنم و هم از محیط تربیتیش. ولی یه روایی رو اونجا گفتم، این رو من تقدیم میکنم برای اهل نظر به عنوان کسی که عاجز هست از ادای حق دعایی، اون هم در زبان شعر که زبان تخصصیه. رباعی من اینه: دعایی نسل پاک مصطفی بود، دعایی نسل پاک مصطفی بود، دعایی آیت صدق و صفا بود. دریغا رخت بر بستت میانه که دنیا با دعایی بی وفا بود، که دنیا با دعایی بی وفا بود. و اما انگیزه اصلی و اونجوری که باعث شد که ما دعوت بشم بیام اینجا و تصدیح بدم، نقل خاطره هست. گفتم آرزوی همچه روزی داشتم. من در جریان حیات مبارزاتی و سیاسی هم هر چه دارم از جناب آقای حجتی کرمانی دارم. ایشون خودشون رو، مشی سیاسیشون رو، راه مبارزاتیشون رو رهین مرحوم نواب صفوی میدونن. کتابی هم در همین رابطه نوشتن، آموزگار من نواب. من کمتر از او هستم که این چنین اقتباسی داشته باشم، ولی این شهادت رو میدم که آموزگار من، راهنمای من و مرشد من در امر مبارزه و نهضت ایشون بودند. مقاومت ایشون، روشنبینی ایشون، درک ایشون در امر مبارزه در کرمان، در اون دورانی که امیدی نبود، در اون دورانی که همه چیز مسیر دیگری رو پی می‌کرد و ایشون مرد و مردانه مقاومت می‌کردند و به ما آموزش می‌دادند و مردانگی و شجاعت رو تصریح می‌کردند. خاندان ایشون خاندان شرفی بود، خاندان گرامی و ارجمندی بود که یک پارچه صمیمیت و صفا و محبت و عشق بود، عشق به همه آرمان‌های مقدس. من آرزوی چنین روزی داشتم که اون چیزی که در رابطه با ایشون هست به نگارش در بیاد. صداقت ایشون، صفای ایشون، صمیمیت ایشون و تواضع ایشون در بیان اون چیزی که مربوط به خودشون هست زبان زد هست.